سلام و درود، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با هم دیگه بریم داخل قسمت 4 سروایولمون فارم پشم بسازیم. بچه بریم فارم پشم بسازیم و کم کم فارم سازیمون رو شروع کنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. بریم سراغ ویدیو. خب آقا، ما تو این قسمت تصمیم گرفتیم که فارم پشم بسازیم. کجا؟ اینجا. این قرار من اینجا رو همین الان صافش میکنم و میریم که فارم پشم بسازیم. البته که این ماین کردن شنا بی دلیل نیست، به خاطر اینکه من برای فارم گوسفند شیشه هم میخواستم و دنبال جا هم بودم. گفتم اینو ماینش میکنیم و کارو جمع میکنیم دیگه. از اون موقع تا الان هم من اصلا کلا بازی نکردم، این خیلی وقت بازی نکردم از قسمت قبلی تا الان. خب برم سریع من اینا رو ماینشون کنم. خب بچه ها، اینجا رو صاف کردم و الان باید این متریال ها رو آماده کنیم. متریال ها هم من این سندا رو که بذارمشون اینجا. خب ریل البته بذارید من یه چست بسازم. متریال ها رو بریزیم تو اون که قاطی نکنیم. خب میذارمش اینجا مثلا. آره اوکی. خب بچه از اونجایی که الان بذارید من اینو بذارم اینجا. خب آهن میخوایم برای هاپر ریل و هاپر و ریل و هاپر ماین کارت و همینا فکر کنم. آره و نه آهن که کلا 9 تا داریم. من بذارم این بپزه. آره غذا میخوام. غذا رو میذاریم بپزه. الان میریم آهن رو ماین میکنیم. آهن رو که ماین کردیم میایم. حس اونم بس اینا. خب بچه من برم یکی دو استک آهن ماین کنم بیام. برو بریم. بچه من رفتم کلی ماین کردم و متریال ساخت فارم گوسفندمون رو اوکیش کردم که گذاشتمشون بیرون. ایناه که 100% من یه چیزی کم میارم یا یه چیزی یادم رفته، چون من تا حالا نشده که فارم بسازم و یه چیزی یادم نره. حتما یه چیزی این وسط ها باید یادم بره. حالا خب میریم. حالا اگه چیزی کمون کسب بود حتما داخل ویدیو بهتون میگم
و بریم که فارما بسازیم. البته بیا یکیش همین الان یادم اومد، بیلدینگ بلاک میخوایم که بس همینا. بریم سراغ ویدیو. خب بچه اول از همه ما اینجایی که نیاز داریم باید وای حاجی الان یادم افتاد، باید زمین اینجا گرس باشه، باید درت باشه نه سند. خب اب نداره، من اونجاهایی که قراره که گوسفندا قرار بگیرن و 2 تا بلاک این ور اون ورش رو من هی از این گرس ها میذارم. اوکیه. خب بچه اول از همه باید محوطه‌مون رو مشخص کنیم. به چه شکل؟ به این شکل که شیشه ها رو برمیداریم. من میخوام بچه 6 تایی فعلا درست کنم، بعدش حالا اگه خواستم بزرگترش میکنم. 6 تایی بخوام درست کنم 2 تا میذاریم به این شکل. این یه دونه خونه. حالا 5 تا خونه عین همین خونه درست کنیم که بشه 6 تا خونه بغل هم به این شکل. این 3 تا 4 تا 5 تا و این 6می هم اونور بسازم. اینم 6. خب الان من 6 از این جاها درست کردم و بریم که این زیر باید ریل و ماینکارت بذاریم. وقتی باید ریل و ماینکارت بذاریم بچه حتما باید اون سنده برداشته بشه و درت تا جایگزینش بشه. برای همین من ببینم چقدر درت دارم. درت 18 تا فکر نمی‌کنم بس باشه، ولی خب میریم امتحان میکنیم. جایی که میخواید ورودیتون باشه، من میخوام ورودیم اینجا باشه. خب 2 تا حالا یا به این سمت یا به این سمت سوراخ میکنید. من چون این سمتم آبه این سمت سوراخ میکنم. میرید پایین 2 تا بلاک. حالا چون من اینجا رو چیز کردم، اینجا رو نیاز نیست بچه ها بکنید، ولی خب من به خاطر اینکه این زیر سنده خب به این شکل نمیذاریم اینجا. حالا باید یه دونه بریم پایین تر به این شکل، یه دونه 2 در 2 زیر این ما درست میکنیم. میریم تا ته به این شکل. بغلش هم سوراخ میکنم که دسترسی داشته باشم، بعدش حالا پرش میکنم بغلش رو، برای اینکه بخوام ریل بذارم بتونم ریلا رو خیلی خوب و دقیق سر جاش بذارم. خب این از این هم از این. خب یه همچین چیزی شد که بریم بالا. پاور ریل، ردستون تورچ، ردستون چست هاپر و هاپر ماینکارت میخوایم ما اینجا. ما یکی مونده به این بلاکه، یعنی اینجا رو بلاک میذاریم خب تا حالا اینجاها 2 تا مونده. 2 تا ببخشید اینجایی که دیگه اینا تموم میشن 2 تا یه دابل چست میذاریم که حالا من یه دونه چستا رو میذارم چون میخوام اینجا رفت آمد کنم، بعدیش هم حالا میذارم. 2 تا چست به این شکل میزنید بهش که این زیره. اینجا یه اشتراکی بعد از اون 12 تا پاور ریل اینجوری شد. 1 2 3 4 5 6 این هاپره که به این وصله 1 2 3 4 5 یعنی یکی از هاپرها اینا به هم دیگه اصلا وصل میشن دیگه، ریل هم نیاز ندارید. باید بره داخل زمین اینجا. اینی هم که اینجاه یه چست میره زیرش که روشن میکنه به جز این 2 تا که
بعد از بچه‌ها سمت هاپرا هاپرا نذارید، به نذارید، خاطر اینکه این هاپرا رو قطع میکنه ردستون بعد تروش. از مثلا اون 2 یه تا بلاک قبل هاپرا میذاریم اینجا بذارید به این شکل. این شکل که روشن بشه. حالا این جمع آوریش و اینا رو هم اصلا بچه‌ها میتونم براتون من الان کامل توضیح بکنم میدم. حس میکنم. یا میتونید یه هاپر دیگه بزنید به این بلاک، چستتون رو بذارید به این بزنید به این بلاک. خب حالا سیستم جمع آوری ما این دستگاه آماده است. به این اما شکل یه میره، مشکلی که داره به این شکل هم اینه میاد. که خب ما اینجا الان من 90% کار رو اینجا رفتیم، با فقط این مونده یه کارت هاپر چند رو درصدی بذارم که یه هول ریزم بهش بدم اینجا میفته بیرون. اینجا رو خب یه کاری کنیم که با بچه‌ها این نیفته بلاک بیرون. میپوشونم. برای همین ما چیکار میتونیم شکل. بکنیم؟ خب ما میتونیم اینجا رو اینجا ورودی فار، اینجا هم که به این شکل، حالا یه دابل چست دوباره به این شکل میاد اینجا که پشما میاد این داخل. بعد از اون بچه ها این رو ما تستش میکنیم که ببینیم که کار میکنه یا نه. که یه دونه میندازیم اینجا، یه دونه اینجا، حالا اصلا یه بلاک دیگه. خب الان باید کل این بلاک ها اینجا باشه. حالا بچه چرا 2 تا هاپر میذاریم؟ یه دونه هم جواب میده. حالا خب 2 تا هاپر باشه سریعتر باشه. اصلا شما تا اینو بچین تا این ته، هر چقدر بچینی بره تا ته، هر چقدر هاپرش بیشتر باشه سریعتر پشما تخلیه میشه داخل چستمون. خب الان ای وای بچه هم باید برم ندر برای اینا. بریم obsidian جور کنیم بچه ها. برم ندر روشنم نمیتونم اول فصل نشون انقدر زیادن. خب بچه من میخوام البته 2 تا بلاک میخوایم، 2 تا بلاک که همینا رو برمیداریم. میخوام اینجا درستش کنم دروازه نظرمونو که تو این مسیر بیایم ته میشه دروازه نظر. خب 2 تا اینجا، 1 2 3 بلاک، 1 2 3 بلاک، 2 تا هم از این. غذا رو تا ته میخوریم، وای میسیم تا بچه جونم هیل بشه، چون امکان داره مثلا گستی اسکلتون چیزی بزنه و اوضاع خیت بشه. فقط هم کوارتز میخوام، یه مقداری 20 تا کوارتز میخوام که کوارتز رو اوکی کنم کار جمعه. برو بریم. خب بچه ها رفتم 5 تا ابزیدین ماین کردم. 5 تا هم که داشتیم رو میشه 10 تا، 4 تا هم دایمین اون وسط رو پیدا کردم که فکر کنم تو ویدیو باشه و بریم برای ادامه ویدیو. برای چی؟ برای اینی که اینو بچه واقعا جای بدی بهمون داده. ما یعنی دوام الان داشتم دوام کردم که نه دیگه همچین جای وصلش بهمون کنیم به این گرسه ولی برسه خب به خب
فارست یه همچین الان چیزی بود. برنامه چیه بچه‌ها؟ برنامه اینه که ما به این شکل باید ماگما کیو اینجا رو این شکلی اون چشمکش این قرمزه به سمت خودمون سعی باشه، میکنم نگاه میکنیم و ازشون. میزنیم به با سمت اینکه اونجا خودمون. کوارتز بود ولی سعی خب میکنم دورشم. به این شکل باید به همینا این رو نگاه بگیرم. کنیم و بزنیم. این وای بچه ها، حالا نه برگام ریخ نیم نیست. اچ پی. فکر کنم کلا اشتباه گذاشتم. هی با نیم اچ پی اومدم این بر. خب بچه 33 تا جمع کردم که بسه. بریم اینجا بخوره. نه دراپر بود، اینجا هم دیسپنسر. که دیسپنسر اینجور چیزا درست کنیم که بریم خب. سریع درست کنیم برای ساخت اونام. اینا رو فقط بعد نیاز از داره. اون یه دونه ردستون پشت هر کدوم از اینا میذاریم. پشت هر کدوم از ابزرورامون یه دونه ردستون میذاریم. بعد از اون میایم این بالا، حالا اصلا میخوام اینجا بذارم، این شیشه رو میکنیم به این میذاریم که این میذاریم روی ابزرورمون، دیسپنسرمون رو که دهنش به سمت این طرف باشه. همین رو باز تکرار کنیم به این شکل. خب الان 2 تا ابزرور داشتم، همین 2 تا رو میذارم. خب الان باید این گوسفند رو بیاریم. گوسفند دارم من اینجا هود گرفتم که بریم یه دقیقه لید اون بالا هست، اون لیدا رو بکنیم و لید نه بچه وای از این هیبلا اسمش یادم اومد، هیبلا بکنیم یه مقداری که هم گوسفندامون رو پرورش بدیم و هم اینجوریش کنیم. خب بریم سراغ اکی. حالا من هی میفتم نمیرم این قسمت. صلوات 9 تا از این. خب برم سراغ گوسفند. 2 تا گوسفند بردارم بیارم. خب بچه ها من بقیه کارهای فارم رو توی قسمت بعدی یعنی توی آفلاین مود انجام میدم. توی قسمت بعدی توضیح میدم که چیکار کردم. خیلی ممنون که از اینکه ویدیو رو نگاه کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه، به حمایتتون به شدت نیاز دارم. و بازم میگم قرعه کشیمون 1 ماه دیگه است. شورت ویدیوش هم آپلود شده، میتونید برید ببینید و خلاصه که قوانینش و اینجور چیزا رو